ببین داداش، نحوه در واقع بالانس کردن به این صورته که شما لوپو میذاری روی زمین، کاملا روی زمین قرار میدی و میای اینجا آستانه صداتو میبینی کجاست. عقربه پشت میخوابه. خب یک کم بهش ولوم میدی پشت. ببین آستانه صدا که میگیم یعنی پشت رسیدن به این فرکانسی که داری ازش دریافت میکنه. خب دم گاز قرار میدی. حالا 5 سانت از سطح زمین فاصله میدی، شروع میکنی به کاوش کردن به این صورت. خب دست برو به دست من. به این صورت هیچ وقت اینجوری کاوش نکن. هیچ وقت نمیدونم اونور رو کاوش. این باید موازی با سطح زمین بالانسش کنی، بیاری بالا با فاصله 5 سانت شروع کنی به کاوش کردن. دوستان عزیز، ما امروز در واقع اینو میگیره دستتون، تونستیم در خدمت دوست عزیزمون باشیم که از آشنایان هستن و تشریف آوردن اینجا. من توی خونه خودم تونستم بهشون در واقع خدمات ارائه بدم و در خدمت همه عزیزان هستیم. موفق و مؤید باشید.